به نام خدا. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در فصل جدید میخوایم در مورد مفهوم انتگرال صحبت بکنیم. قبلا با مفهوم مشتق به خوبی آشنا شدیم. فرض کنیم که مشتق رو به عنوان یه ماشین در نظر بگیریم که چیکار میکنه این ماشین؟ اگر تابعی رو داخلش بذاریم به ما به عنوان خروجی مشتق اون تابع رو میده. پس ما همیشه تابع رو در اختیار داریم و به کمک ماشینی به نام مشتق میریم چیکار میکنیم؟ مشتق اون تابع رو به دست میاریم. مثل دستگاه چاپ، شما کاغذ رو داخلش میذارین، بعدش در واقع صفحات چاپ شده رو به شما میده. فرض کنیم مشتق همچه حالتیه، من تابع رو داخلش میذارم، به من مشتق میده. اما یه سوال ممکنه پیش بیاد و بگیم که اگر من مشتق تابع رو داشتم، آیا ماشینی وجود داره که من وقتی مشتق تابع رو داخلش میذارم خود تابع رو بهم بده؟ یعنی برعکس کاری رو بکنه که ماشین مشتق داره انجام میده. بله، وجود داره و اون ماشین چیه؟ انتگراله. انتگرال چیکار میکنه؟ انتگرال یه ماشینه که شما اگر مشتق خود تابع رو داخلش بذارید به شما تابع اولیه رو میده. پس مثلا فرض کنیم مشتق تابعی مثل f بشه f کوچیک. خب به f میگم تابع اولیه، چون دارم ازش مشتق میگیرم و خود تابع رو به دست میارم. پس ماشین انتگرال قرار چیکار بکنه اینجا؟ انتگرال قراره وقتی که من مشتق رو داخلش میذارم به عنوان خروجی چی رو بهم بده؟ تابع اولیه رو بهم بده. پس انتگرال یک ابزاره که خلاف مشتق عمل میکنه. یه بار شما تابع رو دارین، مشتقش رو به دست میارین، یه بار مشتقه تابع رو دارین و نیاز دارین که خود تابع رو به دست بیارین. دو نوع انتگرال داریم. انتگرال های نامعین داریم و انتگرال های معین. خب انتگرال نامعین همین چیزی بود که اینجا بهتون توضیح دادم که شما چیکار میکنین؟ مشتق تابع رو داخلش میذارین و شما تابع اولیه رو میده. انتگرال نامعین مربوط به توابعیه که در یک بازه پیوسته هستن و در واقع کاریو که اینجا قراره انجام بدیم توی کران انجام میده. یعنی یک بازه محدودی رو انتخاب میکنه که در مورد انتگرال های معین بعداً مفصل توضیح خواهیم داد. اول میخوایم به بحث انتگرال های نامعین بپردازیم. انتگرالی که برای شما توضیح دادم یه سری خواص داشت. اگر شما مجموع یا تفاضل دو تا تابع رو بذارین داخل انتگرال، خطی هست نسبت به این اتفاق و میشه انتگرال تابع fx به اضافه و منهای انتگرال تابع gx. و همینطور نسبت به ضرب اسکاله، یعنی شما اگر یه عدد رو توی تابع ضرب بکنین و بخواین انتگرالش رو بگیرین، عدد از انتگرال خارج میشه و شما میتونید بنویسین کا در انتگرال fx. با این دوتا خاصیت در واقع میگیم که انتگرال یک تبدیل خطیه. تبدیل خطی بودن یعنی اینکه نسبت به جمع، تفریق و ضرب اسکاله فقط خاصیت خطی بودن رو داره. نسبت به ضرب و تقسیم خاصیت رو نداره، که یعنی من میگم که انتگرال fx ضرب در gx بشه انتگرال fx در انتگرال gx، یا انتگرال fx تقسیم بر gx بشه انتگرال fx تقسیم بر انتگرال gx. انتگرال فقط یک تبدیل خطی هست، یعنی به صورت خطی در واقع عمل میکنه. انتگرال fx به اضافه انتگرال gx بشه انتگرال fx به اضافه انتگرال gx و کا در fx انتگرالش رو اگر بخوایم حساب بکنیم کا از انتگرال خارج میشه. پس وقتی که میگه تبدیلی یا یه تابعی یا یه عملگری یک تبدیل خطی هست،
منظورمون اینه که نسبت به جمع و ضرب اسکالر دارای خاصیت خطی بودن هست. پس نسبت به ضرب و تقسیم این خاصیت رو نداره. هیچ جا دقت کنید اینا رو خودتون ستاره بزنید. یه وقت نگید انتگرال ضرب 2 تا بنویسین ضرب انتگرال fx در انتگرال jx یا انتگرال fx تقسیم بر jx رو بنویسین انتگرال fx تقسیم بر انتگرال jx. انتگرال یک تبدیل خطی هست، فقط نسبت به جمع تفریق و ضرب اسکالر دارای خاصیت خطی بودن هست. و به چه معنا؟ این دو تا خاصیتی که من اینجا برای شما ذکر کردم. خب پس این شکلی بود دیگه. ما از مشتق انتگرال میگرفتیم، میشد خود تابع. الان چند تا مثال رو هم بررسی بکنیم. 1 به روی x2 به اضافه 1 مشتق چه عبارتیه؟ مشتق چه تابعیه؟ مشتق تابع ln x به اضافه 2 هست. خب از مشتق داریم انتگرال میگیریم، میشه خود تابع. خب این سی که من در جواب انتگرال نوشتم چیه؟ اینو بهش میگیم ثابت انتگرال گیری. مثلا الان به شما بگن که انتگرال 2x dx چی میشه؟ شما چی میگین؟ خب تابع واضحیه. میگیم 2x مشتق x2 هست. درسته؟ خب مشتق x2. از مشتق دارم انتگرال میگیرم. در واقع انتگرال وظیفش چیه؟ میگه که وقتی مشتق رو واردش میکنیم تابع اولیه رو بهمون بده. پس وقتی دارم مشتق رو میذارم داخله میشه تابع اولیه. مشتق x رو گذاشتیم اینجا که 2x بود، خود x رو بهمون میده. خب الان پس 2x مشتق x2 بود، درسته؟ 2x مشتق x2 بود. تا اینجا قبول. من میخوام ببینم که مشتق x2 به اضافه 10 چیه؟ x2 به اضافه 10 رو اگر بخوام ازش مشتق بگیرم مشتقش بازم میشه 2x. اگر بخوام مشتق x2 به اضافه 1000 رو هم پیدا کنم باز میشه چی؟ باز میشه 2x. یا به ازای هر عدد ثابت دیگه‌ای اگر بخوایم مشتق x2 به اضافه 30 رو پیدا کنیم، مثلا 30 عدد ثابت مثلا 10,000، بازم مشتق این تابع چی میشه؟ 2x. پس وقتی که 2x میاد داخل انتگرال قرار میگیره معلوم نیستش که 2x مشتق x2 هست یا مشتق x2 به اضافه 30 هست. حالا 30 ممکنه 0 باشه. اگر 30 0 باشه خب میشه مشتق x2. اگر 1 باشه، 2 باشه، 1000 باشه باز میشه مشتق x2 به اضافه 1000. برای همین ما انتهای انتگرال هامون یه ثابت انتگرال گیری هم میذاریم. حالا بسته به اینکه اگر 30 0 باشه خب میشه x2 به اضافه 1. اگر 30 هر عدد دیگه‌ای باشه بازم مشتق این عبارت. مثلا ما الان میخوایم مشتق ln x2 به اضافه 2 به اضافه 30 رو حساب بکنیم. 30 عدد ثابته. خب چون میدونیم مشتق عدد ثابت صفره، پس مشتق صفر مشتق ln x2 به اضافه 1 میشه 1 به روی x به اضافه 2. در واقع میشه اول این الان ln u هست میشه u پریم به روی ln u پریم اون که 1 پس میشه u پریم به روی ln u بخش u پریم به روی u که میشه 1 به روی x به اضافه 2. خب ما از مشتق انتگرال گرفتیم شد خود تابع. بنابراین به خاطر همین خاصیت که من اینجا برای شما توضیح دادم، این که مشتق اینا پاک کنیم دوباره بنویسیم. این که مشتق fx با fx به اضافه c که c عدد ثابت یکیه، پس من کلن توی انتگرال هام
وقتی دارم از مشتق انتگرال میگیرم و خود تابع رو میخوام به دست بیارم، در جوابش خب میگیم اف بیس مشتق اف بیسه و ممکنه مشتق اف بیس به اضافه سی هم باشه. بنابراین انتهای همه انتگرال هامون باید ثابت انتگرال گیری سی رو بذاریم در بحث انتگرال های نامعینی که داریم اینجا بررسی میکنیم. خب یک به روی یک به اضافه ایکس دو مشتق چیه؟ مشتق تانژانت معکوس دیگه، مشتق تانژانت منهای یکه، پس میشه تانژانت منهای یک ایکس به اضافه سی، چون یک به روی یک به اضافه ایکس دو مشتق در واقع تانژانت منهای یک ایکس به اضافه سی هست. خب سی عدده ثابته، اگر بخوایم از این عبارت مشتق بگیریم میشه مشتق تانژانت منهای یک میشه یک به روی یک به اضافه ایکس دو، مشتق سی هم صفره. مشتق x2 به اضافه 10 با مشتق x2 یکیه. بنابراین وقتی به شما میگن مشتق یک به روی یک به اضافه x2 مشتق چه تابعیه؟ شما میگید مشتق تانژانت منهای x به اضافه سیه، یعنی ممکنه انتهای تابعمون هم مجموع با یک عدد ثابت وجود داشته باشه. خب این به توانایی گفتیم که انتگرال این خاصیت رو داره که عدد اگر ضرب در تابع بشه چیکار کنه؟ از انتگرال خارجش میکنه. خب ای به توان ایکس مشتق چیه؟ مشتق خود ای به توان ایکسه، پس جوابمون میشه 5 تا ای به توان ایکس به اضافه سی. اگر بخوام از این تابع مشتق بگیرم میشه 5 تا ای به توان ایکس، پس ثابت انتگرال گیری فراموشمون نمیشه. خب سینوس مشتق چه عبارتیه؟ مشتق کوسینوسه، اما یه منفی اینجا کمه. اگر اینجا ضریبی که شما میخواستین توی انتگرال کم بود، باید اونو بذارین مخرج جوابتون. مثلا x دی x خب مشتق چیه؟ ما میگیم که 2 باید باشه دیگه. میگیم که مشتق x2 هست اما یه 2 کم داره. ما 2 رو میایم توی مخرج جواب جبران میکنیم. میتونیم اینجوری بگیم، یا اینکه بگیم برای اینکه این مشتق x2 باشه باید صورت و مخرج رو توی 2 ضرب بکنیم. خب 1/2 از انتگرال خارج میشه. خب 2x مشتق چیه؟ مشتق x2 به اضافه c هست، پس میشه 1/2 x2 به اضافه c. درست شد؟ خب یا میتونیم بیاین صورت و مخرج رو ضرب بکنیم، یا اینکه بگیم که هر ضریبی که کم بود توی انتگرال من توی مخرج جواب جبرانش میکنم. مثلا اینجا میگیم سینوس مشتق چه تابعیه؟ مشتق کوسینوس، اما منفی سینوس مشتق کوسینوس، پس میتونید صورت و مخرج رو در یک منفی یک ضرب بکنید، پس اینجا بگید منفی کوسینوس، یا نه بگیم اینجا چون یه منفی کم من اینجا توی مخرج جبرانش میکنم. خب کوسینوس مشتق چه تابعیه؟ مشتق سینوسه، پس از کوسینوس وقتی انتگرال میگیرم جوابش میشه سینوس x به اضافه سی. 1 به روی x مشتق چه تابعیه؟ مشتق تابع ln x، پس من از مشتق وقتی انتگرال میگیرم میشه خود تابع. فقط وقتی که شما دارین ln مینویسین مثل اینجا و اینجا باید تابعتون رو داخل قدر مطلق بذارین. چرا؟ چون ln دامنش آر مثبت بود، یعنی از آر مثبت تعریف میشه به آر، پس مقادیری که جلوی ln نوشته میشن همه مقادیر مثبت هستن. خب حالا ما نمیدونیم چه x یک مقدار مثبت هست یا منفی، بنابراین داخل قدر مطلق میذاریم که همواره یه مقدار مثبت رو به خودش بگیره، پس میشه ln x2 به اضافه c یا ln قدر مطلق x به اضافه c. خب تانژانت میخوام انتگرالش رو حساب بکنیم، بعدا بهتون میگم چجوری باید حساب بکنیم، باید تغییر متغیر استفاده بکنیم. پس میشه منفی ln کوسینوس x به اضافه c، کوتانژان انتگرالش میشه ln قدر مطلق سینوس x به اضافه c. خب یو به توان n رو من اگر خواستم، این انتگرال مهمه که بعدا خیلی ازش استفاده میکنیم. اگر بخوایم انتگرال یو به توان n رو حساب بکنیم میگیم که یو به توان n مشتق یو به توان n به اضافه 1 توان میاد قبلش، یکی از توان کم میشه. خب اگر اینجا یوی متغیر باشه، اگر تابع باشه که چیکار باید بکنیم؟
باز بعداً بهتون میگم. پس اینجا فرض کنیم که u یک متغیر هست. u به توان n مشتق u به توان n به اضافه 1. باز اینجا یه ضریب n به اضافه 1 کمه. ما اومدیم چیکارش کردیم؟ اومدیم توی مخرج جبرانش کردیم. اینجا شما میتونید صورت و مخرج رو در n به اضافه 1 ضرب بکنید. خب مشتق u به توان n به اضافه 1 چی میشه؟ میشه n به اضافه 1 u به توان n. خب به جای این عبارت u به توان n به اضافه 1 میذاریم. در واقع داریم از مشتق انتگرال میشه خود تابع این ضریبم که از انتگرال خارج میشه. خب 1 به روی رادیکال 1 منهای x2 مشتق چیه؟ مشتق سینوس منهای 1 از مشتق انتگرال میگیریم میشه خود تابع. 1 به روی رادیکال x مشتق چیه؟ مشتق رادیکال x منتها یک دوم کم داریم. ما اینجا توی مخرج جبرانش کردیم. بس شد 2 تا رادیکال x به اضافه c. خب یه سری مثال ها به این شکل وجود دارن که خب آسون هم هستن. یعنی شما وقتی که تابع میبینید سریع میفهمید که مشتق چه تابعیه. مثلا شما داخل انتگرال براتون نوشتن سینوس. خب خیلی راحت میگی سینوس مشتق کوسینوس از مشتق انتگرال گرفتم شد خود تابع. انتگرال کوسینوس مشتق سینوسه. خب از مشتق داریم انتگرال میگیم میشه خود تابع، یعنی میشه تابع اولیه. یا مثلا اینجا انتگرال ای به توان x، ای به توان x مشتق چه تابعیه؟ میشه مشتق ای به توان x. خب از مشتق انتگرال میگیم میشه خود تابع. اما بعضی وقتا توی یه سری از انتگرال هایی که ممکنه باهاشون مواجه بشیم ممکنه خیلی راحت نتونیم تشخیص بدیم که تابعی که داخل انتگراله مشتق کدوم انتگراله. مثلا اینجا سینوس 3x مشتق چه تابعیه؟ شاید همینجوری بخوایم حدس بزنیم که مشتق چه تابعیه یکم سخت باشه. میایم چیکار میکنیم؟ میایم از روش‌های انتگرال گیری استفاده میکنیم برای اینکه بدونیم تابعی که داخل انتگرال هست مشتق کدوم تابع است. از روش‌های انتگرال گیری که میخوایم استفاده کنیم خب خیلی روش‌های انتگرال گیری داریم. بسته به اینکه تابع داخل انتگرال چی باشه ازشون استفاده میکنیم. اولین روش انتگرال گیری که قراره ازش استفاده بکنیم روش تغییر متغیر هست. همچون که از اسمش پیداست شما هر انتگرالی که میخواین حل بکنید تابع داخل انتگرالتون باید به حسب یک متغیر باشه. مثل اینجا x. اگر مثلا اینجا t هم وجود داشت باید شما میگفتن که این t یک عدد ثابت هست وگرنه هر انتگرال با یک متغیر حل میشه. حالا بعدها شما با انتگرال‌های دوگانه سه‌گانه هم مواجه خواهید شد و یاد میگیرید که چجوری حل بشه در درس‌های آینده‌تون. پس هر انتگرال با یک متغیر. مثلا اگر انتگرال دوگانه داشته باشیم باید 2 تا متغیر داشته باشیم و تابعی که داخل انتگرال ها نوشته میشه یه تابع به حسب x و y. ولی انتگرال یگانه که اینجا داریم مطرح میکنیم خب هر انتگرال یک متغیر پس با یه متغیر حل میشه. اینجا من دارم اصطلاح تغییر متغیر رو به کار میبرم. یعنی میخوام متغیر x رو تغییر بدم و مثلا تبدیلش بکنم به یک متغیر جدید. خب من که اینجا نمیتونم بنویسم که سینوس t یه x که خب من داریم یه انتگرال با 2 تا متغیر. پس شما اگر قراره که عبارتی رو در انتگرال به عنوان تغییر متغیر انتخاب بکنید باید تمام اجزای انتگرال رو بر حسب متغیر جدید بنویسید. خب ببین چجوری؟ حالا کدوم جزء رو داخل انتگرال من باید بفهمم که به عنوان تغییر متغیر در نظر بگیرم؟ جزئی رو باید داخل انتگرال به عنوان تغییر متغیر در نظر بگیریم که مشتقش هم داخل انتگرال باشه. حالا ضرایب اشکال نداره ولی مشتقش باید باشه. من اینجا میخوام یه انتگرال رو حل بکنم. چیکار میکنم؟ میام 3x رو به عنوان تغییر متغیر انتخاب میکنم. چون من مشتق سینوس x رو بلدم ولی مشتق سینوس 3x رو بلد نیستم. پس چیکار میکنم؟ مثلا به 3x میگم یه متغیر به نام t. خب پس به جای 3x میذاریم سینوس t. به جای 3x میذاریم پس کلا تابعمون میشه داخل انتگرال سینوس t. خب من وقتی اینجا مینویسم سینوس t که نمیتونم اینجا بنویسم دی x. پس اگر x داره به t تغییر میکنه دی x هم باید به دی t تبدیل بشه.
یا اگر شما دارید ایکس رو بر حسب تی می‌نویسید باید دی ایکس رو هم بر حسب دی تی بنویسید. حالا چجوری باید دی ایکس رو بر حسب دی تی بنویسم؟ از طرفین تغییر متغیری که در نظر گرفتم مشتق میگیرم. خب از سمت چپ مشتق اگر بگیریم میشه 3 تا دی ایکس مشتق ایکس میشه 1 در دی ایکس مساوی با مشتق تی رو هم می‌نویسیم دی تی. به عبارتی داریم دیفرانسیلش رو به دست میاریم بچه‌ها. دیفرانسیل مثلا شما اگر میخواین مشتق مثلا دیفرانسیل یه تابع متغیر رو بنویسیم، مثلا تابع f(x) شده x2 میخواین دیفرانسیلش رو به دست بیاریم. دیفرانسیلش رو که میخوایم به دست بیاریم می‌نویسیم 2 تا x یعنی مشتقش رو می‌نویسیم در المان دی x. دی x چیه؟ همون تغییراته. خاطرتون هست حالا توی انتگرال معین بیشتر بهتون توضیح میدم که دی x که ما اینجا می‌نویسیم چیه. خاطرتون هست با دلتا x نشون میدادیم توی مشتق میگفتیم که x2 منهای x1. حالا توی بازه تغییرات رو میگفتیم بهش میگفتیم دلتا x. بعد وقتی شما حد بگیریم و x2 رو به x1 خیلی نزدیکتر بکنید این دلتا x شما این فاصله خیلی کوچیک میشه. انقدر کوچیک میشه که ما نماد دی x نشونش بدیم بهش میگیم یه المان. خب پس شد 2 تا x دی x. اینجا میخوام مشتق بگیرم. مشتق 3x میشه 3. خب پس گفتیم 2x دی x میشه 3 تا دی x مساویه با سمت چپ میشه 1 دی تی. خب من الان دی x رو بر حسب دی تی پیدا کردم. دی x رو می‌نویسم 1/3 دی تی. همه اجزای انتگرال رو من تغییر دادم بر حسب تی. حالا بیایم داخل انتگرال جایگزین بکنیم. به جای 3x تی میذاریم، به جای دی x هم میذاریم 1/3 دی تی. 1/3 دی تی. خب 1/3 به خاطر اینکه عدد ثابت هست طبق اینکه انتگرال یک تبدیل خطی هست و دارای خاصیت خطی نسبت به ضرب اسکالر هست عدد رو بیرون میده از انتگرال. خب پس میشه 1/3 سینوس تی دی تی. سینوس مشتق چه تابعی بود؟ مشتق کوسینوس بود. پس از مشتق انتگرال میگیم میشه خود تابع. اما یه منفی باز اینجا نداریم. باید صورت و مخرجش رو در یک منفی ضرب بکنیم. مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس. خب پس میشه منفی 1/3 کوسینوس به اضافه سی. اما این نکته رو هم باز باید دقت بکنیم اینکه انتگرالی که بر حسب متغیر x نوشته میشه باید به ما یه جواب بده بر حسب x نه بر حسب t. چون اصلا انتگرال رو بر حسب x نوشتیم دیگه. آخرش باید چیکار کنیم؟ باید به جای t مقدارش رو بر حسب x بذاریم. t چی بود؟ 3x. پس میشه منفی 1/3 کوسینوس 3x به اضافه c. نتیجه که میتونم از این انتگرال بگیرم تو حالت کلی اگر شما انتگرال سینوس AX رو داشتین که A یک عدد ثابته حاصل انتگرال سینوس AX میشه منفی 1/A کوسینوس AX. الان اینجا چند بود؟ 3 بود. و همینطور به شکل مشابه میتونید دقیقاً با استفاده از تغییر متغیر AX برابر با T این انتگرال رو هم حساب بکنید که می‌بینیم کوسینوس AX دی X انتگرالش میشه چی؟ 1/A سینوس AX. پس چی کار میکنیم؟ ما اولین روشی که یاد گرفتیم برای حل انتگرال هامون روش تغییر متغیر بود. در روش تغییر متغیر شما باید بیاین یک جزء از انتگرال یا یک جزء از تابعی که داخل انتگرال هست رو به عنوان تغییر متغیر انتخاب بکنید. از کجا بفهمم کدوم جزء رو باید به عنوان تغییر متغیر انتخاب بکنم؟ جزئی از انتگرال رو شما به عنوان تغییر متغیر انتخاب میکنی که مشتقش حتما اونجا باشه. چرا؟ چون شما وقتی میخواین از طرفین تغییر متغیرتون مشتق بگیرین و بقیه اجزای انتگرال رو بر حسب متغیر جدید بنویسین بهتره که متغیر مشتقش اونجا وجود داشته باشه. مثلا اینجا دی x وجود داشته که ما جاش راحت گذاشتیم دی تی تقسیم بر 3. حالا تو مثال‌های آینده بیشتر بهتون توضیح خواهم داد.